اسم فامیلیتون؟ من نعیمی هستم. خانم نصر نعیمی. خانم نعیمی، همونجور که در خبرها اومده حکم اعدام سهیل عربی همسر شما توسط شعبه تجدید نظر تایید شده و به شعبه اجرای احکام ارسال شده. شما در این رابطه تا الان مصاحبه‌ای نداشتید، صحبتی نکرده بودید و الان که من از شما میخوام که برای مخاطبان توضیح بدید که سهیل عربی برای چی بازداشت شده و اتهامات ایشون بر چه اساسی بوده؟ نمیدونم، والا من اصلا نمیدونم وکیل از کجا شروع کنم، ولی دربنده دیروز این حکم ابلاغ شده به وکیل سهیل و شوهر من بودن 1 ساله که تو 350 یعنی افتاده به پایین که تو انفرادی بوده. سهیل به خاطر چند تا صفحه توی فیسبوک دستگیر شد روز 1 سال پیش و اتهاماتش فکر میکنم دیگه هستش که بابت پستایی که توی فیسبوک گذاشته 3 سال بابت اتهام توهین به شهروری به تبلیغ علیه نظام گرفته، ولی الان متاسفانه حکمی که گرفته بابت صابون‌رویه و صابون‌روی سهیل اصلا روندی که داشته حداقل تا الان ما خیلی امیدوار بودیم به رفعت اسلامیشون، چون به شدت سهیل از همون ابتدا انکار کردش که این صفحات خودش نداشته، یعنی صرفا نقل قول بوده و خیلی از پستا مال سهیل نبوده و اینکه سهیل از همون ابتدا عنوان کرد که خیلی از اینا تحت فشار اقرار کرده و الان این روند پرونده اداره ادامه پیدا کنه که حکم اعدام صابون‌روی بهشون دادن توی کیفری و ما امیدمون به دادگاه دیوان بودش که متاسفانه دیوان تایید کرده، ولی ما حالا امیدمون به اراده دادرسیه و من فقط یه سوالی که دارم، یعنی حالا از جوامع از شما، حالا نمیدونم کسی میتونه جوابگوی من باشه، این که واقعا نمیدونم پیامبر اسلام اسطوره رحمت اسلامیه، من نمیدونم چجوری میتونم به خاطر 4 تا پست فیسبوک شوهر من رو همچین چیزی محکوم بکنن، یکی آیا حالا سهیل گذاشته و آیا نذاشته، چون اصلا اینا کارشناسی نشده هیچ کدوم از پستای سهیل و صرفا مدارکی که سهیل دارم پرینت فیسبوکشه، یعنی هیچ چیز دیگه ای و جز پرینت فیسبوک و اداره که تحت فشار گرفته شده ازش. من واقعا متاسفم برای این وضعیت و میدونم در شرایط خوبی هم نیستید که بخواید به سوال پاسخ بدید، ولی سوال من میتونم از اون سوال بیشتری بپرسم. میخواستم بپرسم مطالب فیسبوک ایشون در چه رابطه‌ای بوده که توهین به پیامبر برای اینها تلقی شده و در این زمینه شما اطلاعی دارید اصلا؟ راستش چیزی که به من مثلا صرفا چیزی که توی در خاصش هم اومده توهین به پیامبر اسلامه و ائمه، ولی این چیزی که به صورت عام واقعا بین همه دسترسی هست و داره جابجا میشه و تو دست به دست میشه و صرفا نقل قول بوده، یعنی کپی پیست مطلق بوده و هیچ کدوم از مطالب نوشتار سهیل نبوده و اینو به صراحتا چندین بار سهیل اینو ذکر کرده، ولی متاسفانه تحت اثر داده نشده، چون اصلا نقل قول خوشش نیست. درسته. من میدونم که شما یک فرزند خردسالم دارید که خب تو این مدت هم بله تو این مدت آیا ملاقاتی هم داشته با پدرش؟ بله ما ملاقات داشتیم، ولی خب دختر من هنوز نمیدونه که پدرش توی 350 یا توی زندانه، چون دختر من فکر باید که پدرش ماموریت کاری رفته، چون ما هر لحظه منتظر آزادی سهیل بودیم، یعنی ما به حدی پرونده رو ثبوت میدیم مثلا موندی که چجوری پرونده به اینجا رسیده، یعنی من اصلا با مشاور کودک که صحبت کردم گفت چون دختر تا درکی از مطلب نداره اصلا نمیتونید با تشکیل القا بکنید که خب پدرش کجاست و ما هنوز دختر من فکر اونجا محل کار سهیله.
من واقعا متاسفم برای این وضعیت و من مصاحبه مفصل‌تر رو برای این وقت دیگه موکول میکنم و واقعا